این همان خانه است که شب و روزهای از کودکی و نوجوانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان در آنجا سپری شده است. خانه‌ای که در روستای بزرگ سرخاب ولسوالی محمد آغای ولایت لوگر واقع شده است. این مرد که از بحر مسائل امنیتی می‌خواهد چهره و نامش را پنهان نگه داریم، برای بیش از 20 سال سرپرستی بخشی از جایدادهای خانواده رئیس جمهور را در این بخش به دوش داشته است. او میگوید که در این مدت و حتی در هنگام حضور طالبان در این روستا همواره با نزدیکان اشرف غنی به ویژه با دو پسر کاکای وی به تماس بوده است. او شریخستی اصل اخیستی رئیس جمهور به خبری که نظر خبر ده نسیدن خبر چرا کنیم واخست. بیشتر بخش‌های این خانه کهنه و دست نخورده ماندند و تنها در گوشه از حویلی این اتاق نوتر را می‌بینیم که از آن همچون مهمانخانه کار می‌گیرند. فعلا همی بزرگایی که در راس ولایت لوگر قرار دارن، نامش من نمیتونم که برات بگیرم، امیال یا نه شو دارن نه روز دارن. یک مسئله سرخو نه که ما تو در خانه رئیس جمهور شته باشم برات یا بگم، در تمام ولایت لوگر مخکې د اردو قطار به چې دلته راتللم دوه درې ټانګه ځایات به ورکول، قوه به چې راتله په مینو به یې الوزول. دغه ځایونه چې دا تاسو ولیدل چې د ده د نیکه قبر ده، دلته به یې ترصد کولو د شپې چې لا غزینه به ګروپ راولګېد، دوی به ټول خبرو چې قطار راغلله. در این سالها در اینجا همه چیز به فرمان طرفهای درگیر چرخیده و یا ایستاده است و روزنه‌هایی هم که بیش از 1 سال پیش گشوده شدند هنوز سرنوشت این خانه را به سمت و سوی دیگری نکشانیدند. روایت های گوناگون از آنچه که در خانه اجدادی رئیس جمهور گذشته وجود دارد، اما بدون شک آنچه را که در این سالها در اینجا گذشته اگر این در و دیوارها زبان می داشتند بهتر از هر کس می تانستند روایت کنند. میگویند که خانواده غنی در 5 روستای کوچک سرخاب هزاران جریب زمین دارند که بیشتر آنها کشت نشده بر جا مانده‌اند. حضرت خان که در حدود 3 سال است در بخشی از این زمین ها کشاورزی می کند، میگوید که کار در این زمین ها برایش دردسرهای زیادی به بار آورده است. طالبان ته مې مالا ته پټی چکتم ته راته حساب وکړه، حساب خو به منې کړې یو نیمه مې پیاز تخم کړی ده، راته هلته 100,000 روپۍ برابر کړي. ارگ میخواهد که به این گزارش هیچ واکنشی نداشته باشد، اما طالبان میگویند که آنان بر سرخاب همواره تسلط داشتند و از همه باشندگان روستاهای کوچک این منطقه به شمول خانواده غنی سالها عشر و زکات گردآوری کردند. با این حال روشن نیست که در هنگام حضور طالبان در اطراف خانه اجدادی رئیس جمهور، طوری که مردم میگویند، بخشای از آرامگاه پدر بزرگ اشرف غنی که بر این تپه واقع شده است، دوبار با کارگزاری ماین منفجر شدند. آرامگاهی که اکنون نیروهای امنیتی محافظت از آن را به دوش گرفتند.